این شهرهای قدیمش هم با سنگ و قطعه ایره بی همش بسیار هستن که سطح اینه بدم سطح همه این موارم همه خونه خیلی آمده یا را تمام دنیا هستن میزنم همه قوم نابود میکنم پیغمبرم هم اینه که در خدرت خدا رسول الله صلی الله علیه و آله هم گشتگی باشا. السلام علیکم برادرای عزیز. همین جایی هست که پیغمبرمون با فرمان خوش و تبار خودش به فرمان تقویاش سنگسار میکنن. پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم این همین کوه این کوهش و انا این کوهش و ملائکه کوه هر پیغمبرمون میگه که بیا میگم من خیلی میکنم که همین دکه ها امروز همه که هر دشم خیلی میزنم همه قوم نابود میکنم. پیغمبرمون میگه نه بعد دوام میکنه درخشان که مقصد درخشان دوام میکنه میگه ممکن که در آینده این نسل خوب بگروید مقصد اولاد خودش که دلش میسوزه بعد دوام میکنه برای هم قدر اینجا هم انگوری تویفی میشه و هم تمام میوه هستن اینجا هم نگاه درخت‌ها سبز اینجا سبز ببین در اون جایی که سبز نیست اینجا درخت‌ها سبزن یعنی مقصد در هم کاندینا که درخت هست سبز بعد برکت همون خداوند که دعا میکنه و حاضر در همین طایف بهترین مولای دین اسلام در همین شهرک طایف رفتن میگه ما شما در نشون میدیم یا بلاش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محکمه سمارکه ها چه بیجا محکم باشه زمینی ہوئے درخش ها زمینی ہوئے آزی درخش هم میوه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا شهر قدیمه هم طایفه بود. سالهای قدیم ده پیغمبرمون همینجا اومده گشت و گذار کرده. محمد صلی الله علیه و سلم این شهرهای قدیمش هم با سنگ و قطعه ایره بسم الله. نه گلو هر وقتا دم خشلاقای ما پر بود گلی 100 سالش میگفتیم چی میگفتیم این گلا نمی گلو را درتون هست خار داشت این کلون میشه درخت میشه این ببین چقدر کلون بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نه این خونه یا کار نمیکنه با فکر یه کار نمیکنه همش خلاصه گپ این هم خیلی چو چند عصر شده مونده شد چند صد سال چو مانده هم هست خیلی جاهای تاریخی همه شهر سایه یکم خیلی استراحت میکنن و الحمدلله این باغی که ما گفتیم در آن طرف راه هست و الحمدلله که دوستان عزیز این اتوبوسه حتی راه هم که این اتوبوس همش هم جای تاریخی آدمایی که خانه خدا میاین حج میاین اتوبوس همش بسیار هستن که سطح اینه بدم سطح همه این موارد همه خانه خدا میامده یا را تمام دنیا هستن
ای تمام دنیا هستن مقصد که هم شده دیوارای قدیمه این دیوارای قدیمه رو بینید هم ای سنگ ای دیوارای قدیمه این دیوارای قدیمه اینجا دیدید درختاشون قریب که درختای خمونده مونند ای تو تایو هم خیلی ایو چو کردی حاجی؟ ها؟ چی جا خیده؟ گریب؟ کسان شدی؟ افتاب برداشت تا خیلی رفتیم خیلی من دو برم درود بیتون خیلی رفتیم خیلی رفتیم از اون طرف خورم دو ساز میشیم انشاءالله خیلی جمع شهری هست که مقصد درخت داره و مای داره اینجا حاجی بدونی چیه؟ اینجا وقتی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام به همین شهر طائف میاد برای دعوت اسلام میاد اگه همین چیزی فهمیدن خیلی میمونه بعد همین خش تمورش مقصد خش تموری مادریشن هم مادری یا پدریشن همین جمعیه گوش نمیکنن تقایوش بس سانگسارش میکنن مردم کودکای مادر هم میگن سانگسارش میکنن 3.5 کیلومتر 4.5 کیلومتر میگریزه به همین جرمیا و ده ها روز میشینه و همجا صحابه انگورش میاره بعد خد دونه انگور میخره بعد همجا حضرت جبرائیل علیه السلام ای ملائکه که میآید میگه که یا محمد صلی الله علیه و سلام میگه امر که همین دکه اینا که هر دیدی اون که چه کار کلونا میگه که رمه بردارم ملائکه همین که میگه دام بالا شهری طائف میزنم ما تماشاش کیم کو رفتیم بالا چه گشتیم میگه تا بالا همونجا میبره میزنیم ما رسول الله صلی الله علیه و سلام چی میگه که نمیگه شاید که میگه ایجا مؤمنای بهترین برای رحمت للعالمین بدرده باز بهترین قاریای روی دنیا ای همین شهر طائف میبره ای سلامت باشه اینا چیکار گفتم اینجا ده این اتوبوسا آدما رو میارن شهر طائف شهر بزرگترین ولی ایرا اوس میگذاریم با نگاه کنه اینجا چی گفت جای گلو بریم جای گلوی کی سبزوات هم بریم ولی رفتیم یا اینجا جای گلو بوده با اینا اینجا ما جای گلو بدریم تماشا کنیم چی گفتیم بهترین بوده جان اینا اینجا جای گلو ای برادرو گل یاسمین در اینجا میشه یاسمین فهمیدی حاجی بسم الله الرحمن الرحیم ای نکن در قدرت خدا رسول الله صلی الله علیه و آله همینجا شتایی باشه کی قبیشی در اینجا تریتوری ادم نو معلمه شاید همینجا باشه این گلا بی برای دیدیش که زیباش کردیا خوشرو کردیا دیدی نه این شیخ آودو دیست دو پیش بره اینجا شیخ آودو دیست شیخ سوال بده میگیم مکان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خیلی همی در جای خمون هم هستن خیلی ها حاجی مکان محمد مصطفی کجاست مکان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام مکانش کجاست این کو هستن میفهمی هم با تا فارسی گم بزنی خچون چه گم بزنی همون که نشان دادیدی همون جا بده ما همین اهمیت دادستم قریب 50% فارسی رو میفهمم باور کن دیدی اونجا گفت تره ای با خودت رفتیم من اکا در آخر برنامه ما چی گفتنی؟ در آخر برنامه گفتگیم که این همی شرکتی محسنون حج عمره محسنون کانالشون محسنون ده همی بگیره پادپیسات سکنه زنگ بزنه به حد ارزون میاره تو رحبالت به نهایت خوبه زنده باشه به هر رحبالت خوبه ارزون وارد است همه ارزون همیه با همه شرایطش دو خروکا اتوبوس همه جای مقدس هم میگردونه آخه دیگه همه کارا میکنه گاستنیچای بهترین
که که بخورا میره طواف بینی آزاد چه خیلی میفورا در همجا میگردی جمع میکنه. انا که سلامت باشه برادرها با ان شاء الله که علاقه نه. قرآن یامانی همه. این هفته بزیمون.